24 ساعت میخوایم مردم رو مسخره کنیم. زشنی؟ نمیدونم. وسیله اتوبوس مقصد اصفهان. وسیله اتوبوس مقصد اصفهان. 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 بریم اصفهان. از من نگی. از من مخاطب یه بازی ساده است. مخاطب یه بازی کاملا احساسیه. نمیشه که به خودمون ریفرنس بزنیم چون معروف نیست. نه چیز میکنم من میزنم میاد معروفی. نه از این چیزا میزنم میاد رو صفحه میاد رو صفحه میگم که معروفی. آدم اومد. یارو اولیه که دیدیم که اصلا مطمئناً ال90 داشت، اونی که پایین نشسته بود. اون پیرمرده بالا سرش منو یه سوالی تو ذهنش داشت، به جوابش داشت فکر میکرد. هی اینجوری این آخری هم که بغل من بود یه قول میزد به همه چی، میگفت ترافیکه و کجا میری؟ بیا ببین هیچی جلفتر 4 تا پسر که دارن تو خیابون راه میرن نیست. اصلا هدفی هم ندارن، فقط میخوان جلب توجه کنن. نه هنوز دارن جلب توجه میکنن. بیاین از نمیریم بعد اونا رو بگم. اومدیم به دالونک های 33 پل. اینجا یه اکوسیستمی که داره صدا تو هر 24 ناحیه دیوار میپیچه برمیگره میاد تو گوشت صدا رو. نه الان باده، موقع که بادی رد نشه بیا یه آهنگ ضبط نکنیم این چیزی شد میگه خواستیم اسم داره همه بنا. حالا اکسپلور هر کی هم میره داره فوشش میده. میگه اکسپلور هم تو پلاسی. آقا بیا حالا اینجا شانس ما همیشه یکی بود میخوند، الان هیچکی نیست. خودم بخونم. ای طالب دل بیا اونور بریم. آقا من بخون از جوونیت بخون. یعنی چی؟ جوونیت رفته. چی بخونم؟ دارم میخونم دیگه خودت. یه چیز بخون من رو بمونم. پول میدم ببینم. بلد نیستم. 2 تا دختر گفتن چالشه. سلام. 2 تا دختر سلام عرض می‌کنم خدمت تمام عزیزان. 2 تا دختر گفتن چالش، ما گفتیم خیر چالش نیست. ایشون گفت بله چالش، ما دیدیم چالش ما این بالا. و اونا رفته بودن پایین. پرنگ شدیم وسط چالش. In bikini bottom, I'm with Sandy. به حال اینجا مسئولین از این اصفهان اومدن اینجا رسیدگی کردن. اینجا نشون بده اینجا آب بود، بعد سبزی شده، خورشید در آسمان، هر قایقایی که اونور بودن دیگه میتونن توش فوتبال قرار میدن. اینجا بچه‌ها اومدن و از اینجا لاش دیگه درخت برمیاد سال بعد سبزی میده. ان شاءالله اگه ما اقدام کنیم به مسئولین تو گیلان بعد میریم تو مازندران اونجا نقی معمولی کشی داره میگیره. سپاهان به نظر چیکار می‌کنه؟ ببین سپاهان من میخوام بر اساس این کمان که در نظر نیست چمن جایگزین نقش جهان سال بعد بازی سپاهان اینجا برگزار میشه. اون قایقایی که می‌بینید به عنوان صندلی تماشاگر استفاده میشه و اون هتل پارسیان کوسر آوردی کوسر رو بگیر. حاجی اون کوسر رو بگیر. نه اون کوسر رو گرفتی. آره خب یارو خودم مسخره میشه. شعبه 2 استیل‌های دستساز افتتاح شد. بفرمایید. به به به. این چجوری افتتاح شده؟ یعنی اختصاصی این تیکر گرفته خریده. شعبه 1 کجاست؟ بعد واسه شعبه 2 استیلازین البرز بعد سالارقیری بذاریم. ویناک گذاشت، شایعه گذاشته. این حسینه؟ حسین ابلیس. بیا میخوای؟ نه آقا همیشه حمایت کنید بچه‌ها. عشق کنید. عکس استیلازین البرز. اینجا همه چی هست؟ ببینید دوستان این که مواد مخدر مضر و زیان داره و شما رو منشأ میکنه، خوابت میبره، نه از درست نیست. الان
این یکی دیده من جلوی منه بیزنس الان فاکتاپه و آخه من بهت گفتم نیستم تو پلیتیک مایه بوده. ما خواستیم دو نفر خواستیم باشون صحبت کنیم، اونا نخواستن با ما صحبت کنن و ما ضایع شدیم. یکی دیگر پیدا کنیم سال قفو دریافت انجام فرد ظریف سعید معروف اونجا داره پاسخ خودش انجام میده. می‌بینی که شما الان این اسپک هایی که اینجا داره زده میشه از اسپک هایی که تو مسابقات جهانی لیگ جهانی والیبال زده میشه مهمتره. چشم هر پسری به ساعد دختران، چشم سگ شما ابزار این که بیای تو چش سگه. حالا برمی قفو اونجا میدونی که الان چشم هر دختر به ساعد هر پسر و هر دختر چشاش به ساعد پسر. دوباره گفتم همونو. آره چشم ساعد پسران به دختران. ببین خیلی خوبن اینا در سطح جهانی بازی میکنن چون خیلی مهمه. این کار در واقع دیته، یه جور دوستیابی. حالا این برای داریم. ببینید شاید بگید که خب قطعا تو کشوری مثل ایران تفریحی نیست. حاجی اونم مثل من پادشاله. تو چرا پادشاله؟ جون من رفتم کشتی تمرین کنم. خب کشتی که بلد نیستم رفتم تمرین. تو چه به کشتی؟ نمیدونم. دوستم گفت بریم، گفتم بریم. کدوم پاته؟ راسته. کجای پاته؟ اینجا پامه. کفشات برندش چیه؟ الن. بعدش داشتم میگفتم بعد آقا جدیر شدم آخر تمرین یه مانع یک خورده‌ای دیدم گفتم آقا بپرم. این دوست ما گفت محمد نپر. گفتم بپرم گفت محمد نپر. اصلا همینطور. ما جرگیر شدیم کفشم در آوردیم که مثلا سبکتر بشم خیس کردم. آره که بدوم بیام سمت مانه. همینو دووندم اومدم پریدم فرودم بعد انگشتم چیز شد. تو از فوتبالیستای شهرمون هستیم. آقا اسم شما چیه؟ محمد حسین ساقی. محمد حسین. اسم شما؟ محمد گرگان. خب شما کجا فوتبالو کلا بیشتر میارزین که بعد میخوایم بریم بارسلونا بازی کنی یا رئال مادرید؟ بارسلونا. یعنی علاقه شما کلا به بارسلوناست؟ بله. ابزاری که بیای تو چش سگه. دوست داری که کلا کدوم بازیکن نزدیک ببینی؟ مثلا میخوای بری تو اصفهان بازی کنی مثلا سپاهان رو دوست داری یا سمت استقلال و پرسپولیس و اینایی؟ سپاهان رو کدوم بازیکن؟ من بیشتر امید نورافکن. قبلا کجا بود؟ قبلا توی ملوان بندر انزلی میدونید که بعد تو شمال که بچه‌ها تیم زدن دیگه کم کم داره میاد تو شهرهای مختلف همین تیم‌ها داره زده میشه. بعد دیگه توپ و وسایل اسباب بازی و اینا دارن واسهشون میخرن دیگه. حالا بعد تفنگ بازی به نظرت بهتره یا مثلا شمشیر بازی واسه بچه‌ها؟ تفنگ. شما چطور؟ شمشیر بازی. شما خود بخوای فوتبال بازی کنی کجا میری؟ من زمین چمن یه جا میرم شهید منتظری. حالا نمیدونم بلد باشین یا نه. شهید منتظری. پس شهید منتظری چمنش خوبه و پیشنهاد میدی به بچه‌هایی که میخوان بیان اونجا بازی کنن. درسته. شما چطور؟ منم همینطور. با همین شهید منتظری؟ بله. میبینم که پیرناتون یه سری لوگو هست. شما الان تو چه تیمی هستید؟ تیم توم. شما چطور؟ شما همون؟ منم بله. لباستون یکی معلومه. من جری بودم. خب بعد حالا ما یکم از فوتبال شما میگیریم و دیگه پایانه. شما یکم با توپ میخوای حرکت کنین به هم پاس بدین دیگه واسه آخر کار. بفرمایید. یو استعلام میگیرن چیه قسم هده تو خوک بیف زدم منو زندم صندلی شاگرد فقط ببینید مردم اصفهان تو چرا اینجوری بابا رو تو چه به کشتی شبیه گوش پشت نوتردام داری راست میکنی شبیه برده های مشتی دومت پریدم بابا خودم مسخره. تو چی؟ کی بود یوسین بولت؟ همون بیپرید دیگه. مردم دارن راه میرن. خانمی که الان سمت چپ من رد شد بسیار این پشت من داشت فوش میداد. بعد اون جلوی من داره بیم به حاجی BMW. خانمی داره من میرسه انگار چیزه. اون یارو بود کورولا لباس درست میکرد. این یکی خانم خسته است نشست. چرا اینجا میگن کلیسا؟
گو ایسا رو توش کیر کردن. مامان به من گفت 100 تو بذار، ولی من برو اون 10 تومن بیشتر نداشت. کلیسا حتما یه خبری هست. ددی شوز شنیدی؟ این هومن شوزه. هومن شوز، هومن بعدم پول بده اسپانسرم شد. کلی اجناس 198 تومن زده که دروغه. آخه مثلا امکان نداره یه گوگولی مگولم، تو یه گوگولی مگولی، ما یه گوگولی مگولیم. ممنونم خدا. حاجی اینجاش چیش به ما نمیخوره. اینجا به ما نمیخوری؟ اینجا آره، اینجا به ما نمیخوره. اینجا خودمونو مسخره کنیم. این ویدیویه. من عادت دارم خاک رو بیس هیچ کیو مسخره نکردیم. خودمون مسخره شدیم. دیدی یارو پرنکمون کرد. گفت چیه؟ چی بود؟ خانم‌های زیبا همتون بیاین اینجا حراجی ما رو بخرید. چطوری؟ سلام داشتم برام. بک مشکی به شماره شهربانی 91 سلام. آجی اگه بشنم رو این چی میشه؟ الان ماهان به من گفت اسنپ رو بگیرین. من گفتم آره دیگه. 2 نفر از کنارمون رد شدن، آدمو در بردن. آجی ما داریم اینجا، ما داریم مسخره. ما چرا تو ویدیو خودمون داریم مسخره؟ مشکوک نیست؟ مشکوکه ها. بنویسیم 24 ساعت مسخره شدیم. 24 ساعت مسخره شدیم واقعا. پیدا نکردیم مسخره کنیم. پس من از مسخره ها که قبلا کردیم صحبت میکنم. جناب فریبرز رئیسی امیر حسین قاسمیان یک بار به او گفت فریبرز اسم این بیسکویت چیه؟ گفت اون بیسکویت اورئو بود و فریبرز به اشتباهی گفت اورئو. ما اگر درسامون رو بخونیم سنگ نمیشه. فریبرز عادت داشت درساشو نخونه، میخواست به آمریکا کانادا برق بخونه، ولی با دختر 5 سالش روبوسی کرد تو ایستگاه اتوبوس رو بگیر. الان تو اینه. چرا باید با بچه 5 سالت روبوسی کنی؟ حاجی من بابام هر هفته که میره و میاد میبوستت؟ با اون روبوسی میکنه. خب تو منطقیه، تو بوسیدنی هستی، ولی اون نبود. من اصلا چرا باید بچه مگه نمیبینیش بعد دوباره؟ کیو؟ اصلا بچه تو قنداقم هست روبوسی، یعنی تو میبوسیش اون بک نمیده، ولی اون بوسید و اون هم بوسید. شاید داشت بهش یاد میداد رفتیم خونه مردم ببوسشون. شعر عجیبیه. ایسا داداش چطوری؟ اسمونی شد ایسا. شما این اسمون حتما میان اینجا. به مادر بچه بودن، مادر دختر 5 سالش رو وسط جمع بوسید. این کار زشتی. من نمیفهمم تو مردم آنجا به اسمانی بگو نمیفهمم. گل پایگونی ها میگن نمیفهمم. میخوای شانشری بگم نمیفهمم؟ آره. I don't know. Yes sir. من خواستم راه راست برم ولی این ربطی به مسخره کردن نداشت. نمیدونیم دیگه باید چیکار کنیم. حاجی راست نکنیم یعنی میشه تابلو رو مسخره کرد؟ من ببینید هیچی بهتر مسخره کردن اکستون نیست. اومدم اکسمو مسخره کنم. لاشی به چی فروختی من؟ پول آخه پول لاش. این یکی اکسمو ببین. من با اکسم میخوام تنها باشم. اکس تو اینجا چیکار؟ کف خواب شدی؟ الان کف خوابی؟ حاجی اکس تو هم هست. کنار اکس من خوابیده. اکس من حاجی بو میده یکم. من میخوام از اکسم دور شم. اکسم بو اکسشو گرفته. اکسم انگار یکم گوش چرخ کردم قاطیشه. اینا محتویات معدشه. خاک بر سرت اسکل پلشت. منو زشت آقا زشت. گفت فرمون برای. بره تو برن دعوا.
ول کن 24 ساعت شد اصلا ویدیو. آره دیگه ما اگه هر یه ساعت تو سیاره میلر 10 دقیقه باشه، تو اگه اینترستلار رو دیده باشی میدونی که هر یه ساعت تو 10 دقیقه میلر میشه یه ساعت 24 ساعت ما هست. در خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم. بریم سراغ نفر بعدی که مسخرهش کنیم. مطمئنی؟ ما بیشتر خودمون مسخره شدیم.